گروهی از خبرنگاران با راهبری نوردین قرشبویف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز دوم ایون به ناحیه خراسان رفتند. تصمیم سفر به این ناحیه پس از لطوکوب شدن خبرنگار تاجیک عبدالله غربتی در ناحیه خراسان گرفته شد. خبرنگار ازیا پلوس با هدف تهیه گزارش از زندگی ساکنان اصیل ضرر دیده رفته بود و مورد حمله قرار گرفت. با گروه خبرنگاران در ناحیه خراسان رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه ملاقات کرد. او وعده داد که مقامات در زودترین فرصت مجرمان را پیدا و مجازات می کند. همگی چند ساعت بعد از این واقعه خبر رسید که دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان 3 ساکن ناحیه را برای حمله به خبرنگار جریمه بست. حمله‌وران به مید اواشی گناهکار شدند و هر کدام به پرداخت 580 سومانی موظف گردیدند. قرار دادگاه روز 2 ایون صادر شد. قبلا وزارت کارهای داخله غربتی را به آن عیبدار کرد که بدون اجازه ساکنان برای ثبت به داخل خیمه‌های آنها وارد شده است. عبدالله غربتی گفت لطوکوب او پیش از آن که به خیمه‌ها نزدیک شود صورت گرفت و فرضیه رسمی را به پای خواند و از مقامات وزارت امور داخلی خواست برای نوشته خود در سامانه رسمی وزارت عذر بپرسند. این در حالی است که چند از ساکنان محل سیلزده روز 2 ایون به خبرنگاران گفتند که زیر هیچ نامه امضا نگذاشتند. سازمان‌های ژورنالیستی نیز محتوای نامه و امضاهای زیر آن را زیر شبهه بردند. مطمئن هستم که روزنامه‌نگاران مثل تمام مردم تاجیکستان جانبدار اغوا انداختن نیستند. آنها نیز برای حل و فصل مشکل سهم خود را دارند. عبدالله غربتی در یک ماه آخر بار دوم است که مورد لطوکوب قرار می‌گیرد. شام 11 می در نزدیکی بازار کاروان از سوی 2 نفر ناشناس مورد حمله قرار گرفته بود. حمله‌گران هنوز آشکار و مشخص نشده‌اند. وی باور دارد که حمله به فعالیت خبرنگاریش ربط دارد. تا حال مقامات درباره تحقیق حمله 11 می اطلاعی نشر نکردند. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در فرانسه در شاخص یا ایندکس نوی آزادی مطبوعات تاجیکستان را در میان 180 کشور مثل سال گذشته در مقام 161 جای داد. این سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید مطبوعات تاجیکستان در یک سال اخیر مشکلات را به مانند سنزور اینترنت، بازپرسی‌های ماموران امنیتی، معرکه‌های افزاینده بدنام‌کنی شاهد شدند.